همه ترک خانه و در کرده ایم، ترک فرزندان و مادر کرده ایم. ترک کرده کسب و کار را از وطن، در روسیه کار را سر کرده ایم. جمله شاگردان و هم استادها، ترک مکتبها و دفتر کرده ایم. حرف میگوییم با دیگر زبان، یا زبانی خویش دیگر کرده ایم. از برای آب و نان گندمی، تاجیکستان را پسی سر کرده ایم. رفته ما در شهرهای دیگری، جان فدا از بحر دلار کرده ایم. عاقلان و عالمان را به سبب بیرون از این خاک کشور کرده ایم. ما همه یک تاجیکیم، اما دریغ ظلم با یار و برادر کرده ایم. دیده و بشینده هر یک عیب خویش، چشم کور و گوش را کر کرده ایم. از همتان خواهش میکنم جوانمردای تاجیک به وطن برگردین. وقت از آن الله نشانت دهد عفت و ناموس و شرف مادر و خواهر و زنتان را از دست دهید و پولی که شما کار میکنید و هیچی به کار نمیرود. مهمترین از همه پیشترین ناموس و شرف، عفت و آبروی مادر و خواهری ما و شما است. و همین خاطر این ظالمی پلید مادر به خطای امام علی شیطان امروز مادر و خواهر تاجیک را، آبرویش، عفتش را ریزانده ایستاده است. جوان مردا را از وطن بی وطن کرده ایستاده است. جوان مردا را 4 میلیون را در بدر و خاک بسر کرده ایستاده است. امروز حال سگ را مردم تاجیک دارند. لعنت کرده الله مادر به خطا پشتیبانی نمیکند. تا این حرامزادی بی وطن کفن نشود، تاجیکستان وطن نشود، جوان مردای تاجیک هرگز و هرگز پشتیبان پیدا نکنند. و همه خاطر کلاهاتان را کار فرمایید. باید ما به وطن برگردیم. سرزمین کوچک ما را از تگ دست این تجاوزگر به نام امام علی شیطانی منغیت مغول و یک توده افباش تروریستی تاجیک کشی منغیت نجات دهیم و اینها را همش را سرنگون سازیم و ملت ما را نجات دهیم. از زیر ظلم این لعنت کرده الله خلاص کنیم هموطنان عزیز. امید دارم که انشاءالله شما مرا فهمیدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.